دقیقا 2 چیز اومد تو مغزم. این اولیش میگفتش که دوتامون هست میشی. خانم صالحی هم خودش یهو شوکه شد، گفت او بچه‌ها اوضاع خرابتر شد. مطمئناً که بعد از پخش جنجالی ترین قسمت عشق اولی و با حذف یکی از محبوب ترین شرکت کننده ها، حواشی زیادی در انتظارمونه. با سلویت سودا همراه باشید. اگر دیشب قسمت 20 برنامه عشق ابدی رو دیده باشین که اولین فینال این برنامه بود و اگر شما هم مثل من عقیده دارین فرشاد حقش نبود که حذف بشه و یکی از بهترین شخصیت‌های اون ویلا بود، پس شما هم حق اینو دارین که از احساسات و حرف دل فرشاد در مورد اون روز کذایی و اتفاقاتی که براش افتاده آگاه بشین. همکنون کل لایو فرشاد رو با هم دیگه می‌بینیم. اون قسمتی که من با پارتنرم بحثم شده بود، یعنی قسمت 19، دقیقا روز فینال بود. خب همون فیلم هایی که همون قسمت هایی که من دیگه با پارتنرم کلا تموم کردم و گفتم من همش تو این ویلا دارم کارهای تو رو ماسمالی میکنم و این داستان ها، این مثلا اگه شنبه بود فینال هم همون روز برگزار شد. اینو فعلا داشته باشید چون میخوام یه سری حرفا رو میزنم، تایماشون دستتون باشه. من از شما که همچین کسایی دارم که الان میخوام به حرفام گوش بدم. اون همون روزی بود که من کات کردم. بعد یهو کسی نمیدونست قرار فینال بشه، چون داخل برنامه همه اتفاقات داستانا تو لحظه اتفاق، مثل همین داستان این که حالا مثلا حسوی دختر نداریم، نمیدونم فرشاد بشینه این بلنشه، این داستان همه چیزایی که مثلا فلودای بود همون لحظه ما فهمیدیم که قرار مثلا فینال برگزار بشه. منم که 2 ساعت قبلش با پارتنرم با نگار تموم کرده بودم، کات کرده بودم، چون دیگه یه سری اتفاقات همتون میدونید دیگه، از کامنتاتون مشخص بود که میگفتین که بس دیگه تا کی میخوای ادامه پیدا کنه، چرا کات نمیکنه دیگه، تا اونجایی که تا اینجا دیگه یعنی بیاد تو مغزت تا اینا دیگه یه چیز دیگه میشه. من تا اینجا هم اوکی بودم. بعد که دیگه این اتفاق افتاد، حالا یه سری کامنت ها دارید که مثلا میگید اون حرف مال گذشته بوده، اون فیلم مال قبل بوده. من دیگه اون موقع رد دادم. خب یه گلایه هم دارم از همه که چرا اگرم میگید فرشاد اون فیلم مال قبل بوده، موقعی که نگار تو رو انتخاب کرد واسه پارتنر که تو جمع گفت من تو رو میخوام، اون فیلم مال قبل بوده، تو نباید مثلا به این توجه میکردی. اول اینکه چرا باید کار به اونجا بکشه، که فرشاد برسه به اینجا. چرا مثل بقیه نباید همه چی خوش و خرم باشه و رابطه درست باشه که من بخوام مثلا جای اشتباه به کسی بدم. حالا که کار به اونجا کشیده، چرا کسی این نکته رو اونجا به فرشاد نگفت که داداش، رفیق، یا مثلا فرشاد این فیلمی که تو الان دیدی که نگار داره بحث سیبیلا اینا رو میکنه با پارتنرت مال حالا اینا تا اینجا داشته باشید. میریم سراغ فینال. موقعی که فینال شد و اعلام کردن که قراره یکی یا چند نفر حذف بشن، موقع به ما نگفتن قراره یکی، چون هم موقع خانم صالحی هم دیدیم گفتش که امروز کاندیدای حذف داریم. حالا من خودم همون لحظه پیش خودم فکر می‌کردم، منم مثل شما بودم دیگه، اون لحظه پیش خودم فکر می‌کردم شاید چند نفر قراره حذف بشن. حتی من فکر می‌کردم که مثلا شاید کاپلا هم حذف بشن. هیچی مشخص نبود که واقعا همه چی در لحظه اعلام فینال کردم. من 2 ساعت قبلش با نگار کات کرده بودم سر اون قضیه. خب یه سری از خانوما که واقعا اسم نمیارم، عزیزن، لطف دارن، با شخصیتم هستن، مرام و معرفت به خرج دادن. اینجاش مهمه، مرام و معرفت به خرج دادن که خودتونم میدونین شاید کیا میگم. گفتش که فرشاد بیا با من اعلام کاپلی کن، که من انتظار داشتم این پخش بشه که پخشم نشد. من این حرفو زیر دوربین زدم. گفت بیا با من اعلام کاپلی کن که حذف نشی، میخوان حذفت کنن. یه سری از دوستان هستن که خودت میدونی میخوان حذفت کنن، تو اگه سینگل باشی چون قانون بعد اون دوست با مراممون که حالا نمیخوام بگم یکی یا چند تا، گفتش که فرشاد بیا با من اعلام کاپلی کن که حذف نشی، میخوان حذفت کنن. من همونجا زیر دوربین گفتم، انتظارم داشتم پخش بشه، پخش نشد. در اومدم گفتم که من تا الان 20 قسمت پخش شده، فقط دارم یه اسم میبرم، میگم نگار. اگه الان دقیقه 90 بگم من میخوام بیام با تو، خب همین شمایی که الان دارید مهر و محبت میکنید از دست من شاکی میشدید، میگفتید که فرشاد نگاه کن به خاطر جایزه سری کاپل عوض کرد. من اون آدمه نیستم. من حاضرم حذف بشم، سربالا حذف بشم. حاضرم اون شخصیتی که
همین الان روی مبل نشستم دارم و اونجا هم داشتم، برای من فرق نمیکنه. اسمش رئالیتی بود. من بازم تایید میکنم هیچ چیزی از بالا به ما گفته نمیشد، از گروه تولید چیزی به من نمیگفت، یا نویسنده یا کارگر نمیاد به من بگه فرشاد برو با این بری جذاب‌تر میشه، الان دعوا کن جذاب‌تر میشه. این داستانا نبود، برای من نبود. نه پلنی چیده میشد، مطمئن باش توی برنامه بین خودمون چیده میشد یا میچیدن. این خیالتون راحت، هیچ سناریوی تو کار نبود. ولی چرا یه جاهاییشو من دلخور هستم و حس میکنم تنها جایی که میتونه از برنامه سناریویی از پیش تعیین شده باشه همون چیزی بود که همه شما هم دیدید. چون داخل برنامه هیچ قانونی نبود، قبل اینکه ما بیایم به ما نگفتن آقا اینطوری هست میشید، فینال اینطوری طبق این شرایط هست میشه. اینا رو به ما نگفته بودن، فقط به ما گفتن اگه کاپل باشی هست نمیشی، ولی نمیگفتن که کی هست میشه کی هست نمیشه. گرفتی چی گفتم؟ برای همین من اون تایمی که با نگار بحثم شد که کات کردم بعدم فینال شد، پیش خودم من این فکر رو میکردم که خیلی با هم بحث و دعوا قهر بودن. حالا دم فینال خیلی از قهرها آشتی شد، کاری ندارم، ولی اون تایم حداقل 5-6 تا سینگل بود دیگه. من پیش خودم میگفتم خب این بچه‌ها که قطعا به من رأی نمیدن. همون حرفی که امیرحسین اونجا نشست گفت فرشاد قطعا هست نمیشه، با همین استدلال ها چیز کرد، گفت فرشاد هست نمیشه. منم پیش خودم گفتم اگه قرار باشه مثلا نگار، ترانه یا مثلا زهرا یا مثلا سیاوش یا اینا مثلا داخل دفاع باشن، هست بشن، قطعا فرشاد جز اون حذفیا نیست. خب من اینا پیش خودم 2 تا 4 تا کرده بودم دیگه، گفتم خب اینطوری میشه. ولی یه سری چیزا رو اصلا فکرش نمی‌کردم واقعا. مثلا اینکه یهو بخوام بگن امروز حذفی دختر نداریم، یا مثلا حتی خودتون هم دیدین مثلا یهو خانم ساله اعلام کرد که من همین الان دارم میگم من کسی دلخور نیستم، الانم شکایت کسی نمیکنم، من دارم حس و حالی که اون لحظه داشتم و بهتون میگم. مثلا من به عنوان فرشادی که 20 قسمت حدودا اونجا بوده، این مغز من اینا توش میگذشت، چون من اینا رو میدونستم. من دارم از اون لحظه‌ای که اونجا بودم دارم برای شما میگم، نه کسی گلایه دارم نه داستانی با کسی دارم شما رو در جریان میذارم. باید بدونید دیگه الان اگه پیج ما اومده بالا 4 نفر ما رو عزت و احترام میکنن میشناسن، به خاطر شما هست دیگه. چون من دقیقاً 2 تا چیز اومد تو مغزم. این اولیش میگفتش که 2 تامون هست میشیم، دومی به من میگفتش که 2 تامون میشینیم. میدونید اصلا غیر از این نمیشه. واقعا اون لحظه شاید همتون این فکر میکنن، همینطور که همه بچه‌ها این فکر میکنن. یهو دیدین رأی مساوی شد، همه خوشحال شدن و به ایول که دیگه هست میشن. یهو مثلا گفتن نه هست میشه. اینا رو اینا تقصیر خانم سوالی نیست، از چشم تو یهو خانم سوالی هم خودش یهو شوکه شد، گفت او بچه‌ها اوضاع خرابتر شد. مثل اینکه مثلا جای این شوکه سومه من اینو نفهمیدم. من این سومی ها نفهمیدم. شما اگه که مثلا من بازم میگم گلایه‌ای نیست، بحثی نیست، شکایتی نیست، فردا دینا دارم براتون بازگو میکنم از زبون خود فرشاد. اگه واسه فرشاد امشب گریه کردی قربون اشکات برم، باید بدونی که فرشاد اون لحظه چه سوالی داشته، باید بدونی. من اون لحظه که بهم گفتن که رأی مساوی شده و صاحبخونه باید دوباره رأی خروج بده، یا یه بار رأی سیو بده یه بار رأی خروج بده، من اینو نفهمیدم. چون همون موقع اعلام کردن که اوکی صاحبخونه یه پوان داره که مثلا یکی رو سیو کنه، باشه سیو کرد، دمش گرم. علی داداشم حقشم بود به نظر من. اصلا حالا شما من کار مخالف یا نه، علی سیو شد. خیلیاتون هم میگید حق من بود. من کلا آدم چیزی هم که زیاد کلمه منو استفاده نمیبرم، حتی اگه حق منم بود میگم بذارید به بقیه برسه. من اینطوری ام، مدلم. اگه که مثلا شما از قبل رو کاغذ نوشتی که صاحبخونه باید مثلا یا سیف کنه، باشه سیف کنه، دمش گرم. ولی چرا باید دقیقه 90 اعلام بشه حالا صاحبخونه یکی رو حذف کنه؟ اگه قراره مثلا این اتفاقا بیفته شما باید از قبل یه همچین چیزا به من بگید. من اگه خودم میدونستم قراره صاحبخونه یکی رو حذف کنه، مطمئن باشم مثلا کاپل داشتم، چون من میدونستم که اونجا اگر مثلا درایو اونجا برسه، گرچه همه بچه‌ها رفیقم هم، ولی بین خوب و خوبتر قطعا خوبتر انتخاب میشه دیگه. شاید اونجا من خوب بودم، خوبتر بقیه بودن. این شوکه سومو ولی همین که الان
به همین مرحله رسیدم که باعث شده که مثلا شما 30,000 نفر داخل لایو هم باشین، پیجم تو یه ساعت 10-20,000 تا بره بالا. یه دنیا برام ارزش داره. یه چیزی که در مورد لایو فرشاد توجه خیلی‌ها رو جلب کرده ادب و منش و یا بهتره بگیم اخلاق لوتی منشانه فرشاده که دقیقا مثل وقتی که داخل مسابقه بود پشت کسی حرف نمیزنه و بد کسی رو هم نمیگه و حتی تاکید میکنه که من بابت این اتفاق از کسی دلخور نیستم. 2 ساعت قبل از این که 2 ساعت قبل از این که من از طریق حالا چجوریشم تا حدودی بهتون میگم به عشق ابدی دعوت شدم، اینجا بودم. شما 2 ساعت قبل از این که به برنامه عشق ابدی دعوت بشم اینجا بودم. یه عزیزی به من پیام داد که فرشاد این استاتو چک کن. من با این سروز بودم، رفتم این استاتو چک کردم، گفتش یه همچین داستانی هست. اون دوستم هم داخل گروه تولید مثلا فیلم برداری بود، مثلا گروه تدارکات بوده، تصویر بردار بوده، کلا تو این چیزا بوده. 4 تا مثلا فیلم بردار کارگردان میشناخته. یه حرف و حدیث میشنوه که مثلا یه همچین برنامه‌ای داره ساخته میشه، ما دنبال شرکت کننده ما این داستانا. یه بنده خدا هم متوجه میشه و میگه که من میشناسم، یه تو اوکی ما میخوایم کاراتو میکنیم، پاشو بیا اینجا با هزینه خودشون، بلیط، جا، فلان، هزینه همه چی اوکی. فرشاد از اینجا 2 ساعت بعدش عکس پاسپورتش فرستاد از طریق اون رفیق با معرفتی که بعد یه سری اتفاقات افتاد که مجبور شدم باشگاهم بذارم کنار، درگیر همین کار و این شغل. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم ولی دوست دارم که باران کامنت ها رو زیر این ویدیو حتما ببینم چون دیدن کامنت های شما برای ما خیلی خوشاینده. متشکرم از همراهی همیشگیتون. مراقب خودتون باشید. خدافظ.